صبر کن. چرا دقیقاً تو همون لحظه که داری به پول فکر میکنی و نیازش داری و مثبت اندیشی میکنی، دقیقاً همون لحظه است که پول ازت دور میشه و اتفاقایی میفته که نیاد. نه وقتی اشتباه میکنی، نه وقتی تنبلی میکنی، بلکه وقتی خیلی جدی و مصممی و داری تلاش میکنی. امروز میخوام بگم چرا بعضی تلاش ها به جای جذب پول دقیقاً باعث فرارش میشن. نگران نباش. آخر این ویدیو چند تا راهکار میخوام بهت بدم که این مسئله رو با هم حل کنیم. تلاشی که نتیجه معکوس میده. بیشتر آدم ها وقتی پول نمیاد براشون یه واکنش طبیعی دارن که تلاششون رو بیشتر کنن، سریعتر بدون و بدو داشته باشن، کنترل امور رو محکمتر به دست بگیرن. اما اینجاست که یه اتفاق خیلی پنهان میفته بدون اینکه خودشون آگاه باشن. ذهن وارد حالتی میشه که میگه یه چیزی کمه، اگه بیشتر ندوم عقب میفتم. و این پیام بی‌وفقه داره به دنیا، جهان و کائنات فرستاده میشه. ذهن چه سیگنالی رو میفرسته؟ از دیدگاه روانشناسی ذهن انسان همیشه از یک حالت پایه تصمیم میگیره، یا حالت اعتماد یا حالت بقا. وقتی داری با فشار تلاش میکنی، یعنی با زور، حالت بقا فعال میشه و حالت بقا یه پیام ساده داره: الان اینجا امن نیست. پول با ناامنی هم میدونین که هم فرکانس نیست. از دید انرژی چرا سعی زیاد خطرناک حساب میشه؟ در متافیزیک جذب از تلاش نمیاد، از همسط بودن شما با اون انرژی میاد. وقتی بیش از حد سعی میکنی، ناخودآگاه داری میگی من پایین ترم، باید خودم رو برسونم و باید بیشتر تلاش کنم. و همین اختلاف سطح و همین اختلاف فرکانس رو به هم میریزه، نه به خاطر اینکه تلاش بد بوده و زحمت نادرست بوده، بلکه تلاش در جای غلط بوده. نشانه های این فرکانس پنهانی چی میتونه باشه؟ اگه اینها برات آشناست، داری این فرکانس رو پخش میکنی. بذار برات بگم، وقتی پول میاد زود نگران میشی و مدام حساب میکنی نکنه کم بیارم، نکنه پولم کم بشه، و یا اضطراب میگیری از اومدن پول زیادی. موفقیت بقیه آزارت میده، نمیتونی از پول داشتن لذت ببری، همیشه یه اضطراب نامرئی توی وجودت رخنه کرده. اینها ضعف نیستن، اینها نشون دهنده فعال بودن فرکانس بقا هستند. اگه تا اینجای ویدیو حس میکنی که این توضیح داره یه رفتار تکراری رو توی زندگیت روشن میکنه، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. این کاری تو کمک میکنه که این آگاهی به آدم‌های درستش برسه. و اما پول به چه حالتی از روان ما نزدیک میشه؟ پول به حالتی نزدیک میشه که بدو نداره، عجله نداره که خودش رو ثابت کنه و از دید فقدان نگاه نمیکنه، از دست دادن فجایع رو نمیبینه و حتی بهشون فکر نمیکنه و استرس نداره. میتونه دریافت کنه و این حالت اسمش تنبلی نیست، اسمش امنیت درونیه. امنیتی که حتی قبل از اومدن پول هم وجود داره. وقتی ذهن شما روی نبودنها و نداشتنها فرکانسش ست شده، چطوری انتظار داری که ذهن پولدار و ثروتمند از فقر پول براش به وجود بیاره؟ و حالا بریم یه تمرین ساده رو با هم داشته باشیم. این تمرین ربطی به تجسم نداره یا جمله مثبت گفتن. هر بار داری برای پول خیلی زور میزنی، بهش فکر میکنی، لطفاً این کارو بکن. مکث کن، چند تا نفس عمیق بکش، ذهنت و روانت رو بررسی کن و روی کاغذ بیار و از خودت بپرس اگه همین الان هیچ کاری نکنم آیا دنیا فرو میریزه؟ اون چیزایی که تو ذهنت هستن رو روی کاغذ بنویس، دلیل نگرانی‌هات، دلیل استرسات، و ببین روزمره بارها و بارها به چی داری فکر میکنی؟ ذهنتو داره چی و بارها و بارها جذب میکنه؟ بعد از گذشت یک ماه میبینین روان شما سیلی از نداشتنها، ناامیدی، نبودنها، استرس برای از دست دادن پول،
فقر و خیانت داره این فرکانس رو ست میکنه. یعنی امنیت هست ولی توی همین فرکانس وجود داره و شما باید اون فرکانستون رو عوض کنید. چرا بعضیا بدون جنگیدن پس اون چیز رو جذب میکنن؟ اونها کمتر تلاش نمیکنن، اما از ترس تلاش نمیکنن. کار میکنن ولی از حالت عادی، از روی اعتماد به جهان هستی، از اینکه پول میاد و این جهان فراوونیه. اعتماد به اون فرکانسی که پول میتونه کنارش بمونه. اعتماد به اینکه ایمان دارم از هر جایی بالاخره میرسه، نمیدونم از کجا اما مطمئنم که میرسه. گاهی پول نه به خاطر کمکاری بلکه به خاطر تلاش زیادی و اشتباه ذهنی ما فرار میکنه. نه تلاش کمتر و نه تلاش بیشتر، بلکه تلاش از روی امن، از اینکه تفاوت رو بفهمی و خیلی چیزها ممکنه اون موقع تو زندگی شما تغییر کنه. اگه میخوای تو ویدئوی بعدی بهتر بهت یاد بدم که چطور بتونی این وضعیت تو تغییر بدی و اون فرکانس تو ست کنی با اون چیزی که میخوای، پول، ثروت و اون رابطه‌ای که مد نظرت هست، لطفاً کانال من سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که ویدئوی بعدی رو از دست ندی و توی کامنت ها برام بنویس تلاش زیادی مهمه یا اعتماد به جهان هستی.